ساعت 3:47 شبه. همه دنیا خوابیدن، ولی تو هنوز بیداری. چشتو میبندی، بازش میکنی. 1 ساعت گذشته. انگار مغزت باهات فیلج کرده. چرا نمیتونی بخوابی؟ چون مغزت برخلاف تو تصمیم گرفته بیدار بمونه. تو فقط خسته ای، ولی مغزت فکر میکنه باید از چیزی فرار کنه. خواب برای بدن یه پاداشه، نه یه حق مسلم. بذار بگم چرا مغزت اون پاداش رو ازت گرفته. اول از همه نور گوشیت. همون نوری که از صفحه کوچیکش میاد به مغزت میگه روز شده. ملاتونین قطع میشه و نتیجه یه شب دیگه بیخوابی. دوم، استرس. ذهن تو دنبال بقاه، نه خواب. وقتی مضطربی، مغزت باور میکنه که خطری در کمینه. و یه مغز نگران هیچ وقت نمیخوابه. و سوم، کافئین. یه فنجون قهوه عصرونه شاید به نظر بی‌ضرر بیاد. اما همون تا نصف شب توی خونت فعاله. مغزت تو فریب میده که هنوز وقت خواب نیست. چهارم، بی‌نظمی ساعت خوابت. بدن تو 1 ساعت داره، ولی تو هر شب تنظیمش رو عوض میکنی. وقتی ساعت درونیت گیج بشه، نمیدونه کی باید خاموش شه. پنجم، غذا خوردن قبل خواب. وقتی معدت فعاله، بدنت نمیتونه بخوابه. بدن مثل یک کارخونه است. تا آخرین کارگر نخوابه، برق قطع نمیشه. و شاید بدترینش اضطراب از فرداست. ساعت 4 صبح به ساعت نگاه میکنی و با خودت میگی فردا له میشم. اما همین فکر باعث میشه بیشتر بیدار بمونی. چرخه بیخوابی اینجا کامل میشه. ولی مغزت دشمن تو نیست. فقط اشتباه یاد گرفته. فقط کافیه هر شب یه علامت مشخص بهش بدی. چراغ خاموش، گوشی دور، نفس عمیق. بهش بگو امنم، وقت خوابه. بیخوابی شکست نیست، یه نشونه است. نشونه ای از این که بدنت داره ازت کمک میخواد. امشب فقط امتحان کن. 10 دقیقه زودتر گوشی رو خاموش کن. سکوتو بشنو. شاید این بار مغزت هم تصمیم بگیره بخوابه.